از زمانی که یک نفر بهتون مسیج میده و میگه من دوست دارم که باهات کار کنم، شرایطت چطوریه، تا وقتی که قرارداد امضا بشه، تایم به شدت حساسیه برای اینکه شما بتونید یک تاثیر مثبت روی اون آدم بذارید، بتونید به عنوان کارفرما جذبش بکنید. این پروسه خیلی باید حرفه‌ای برخورد بشه، اما متاسفانه خیلی کم راجع بهش صحبت میشه. سلام، من شادی ام، یه سوشال میدیا منیجر فریلنسر که این کار رو به یه کار تمام وقتم تبدیل کردم. این چنل میخوام به شما یاد بدم که دقیقاً چطوری میتونید شما هم این کار رو به صورت خیلی حرفه‌ای انجام بدید و به یه کار فول تایم تبدیل کنید. اگه دوست داری ویدیوهای بیشتری تو این زمینه از من ببینی، یادت نره سابسکرایب کنی. چند روز پیش داشتم یه پروپوزال برای یه پتانسیال کلاینت درست می‌کردم و گفتم بذار ویدیوشو بگیرم، به خاطر اینکه می‌خواستم تمپلیتمو عوض کنم. به نظرم بهترین وقت بودش که ویدیوشو بگیرم و بهتون نشون بدم. پتانسیال کلاینت منو از روی اینستاگرام پیدا کرد و از من شرایط کار با منو پرسید. توی جواب من به جای اینکه شروع کنم کلا همه چیزو توضیح دادن، از اونا در مورد بیزنسشون پرسیدم و اینکه اونا دنبال چه چیزی هستن. و بعد یه تایم دیسکاوری کال باهاشون ست کردم. دیسکاوری کال یه میتینگیه که ما توش راجع به همدیگه یاد میگیریم. من از اون پتانسیال کلاینت سوال میپرسم و اونا هم از من سوال میپرسن و میخوام بدونن که دقیقاً چه کارایی من میتونم انجام بدم. مشکلات بیزنسشون چیه، به چه کمکی احتیاج دارن. همه این اطلاعاتو میگیرم. آیا قیمت و پکیجمو بهشون اون موقع میگم؟ نه. به خاطر اینکه هر پکیج برای هر بیزنس متفاوته با توجه به نیازشون. برای همین بعد از جلسه ما میایم و یه دونه پروپوزال براشون طراحی میکنیم. پروپوزال یه داکیومنتیه که توش میگیم چه برنامه‌ای براشون داریم و چه سرویسایی ما میتونیم ارائه بدیم و آخر سرم قیمت پکیجا رو اونجا بهشون میگیم. یا حداقل این کاری که من انجام میدم و تا الانم جواب داده. و میخوام بهتون نشون بدم پروپوزال من برای این بیزنس چجوریه. اولین مرحله برای داشتن یه پروپوزال خوب اینه که بری و موزیک مورد علاقت رو انتخاب کنی، به خاطر اینکه این پروسه قراره طول بکشه، مخصوصا بار اول که داری تمپلیتش هم درست میکنی. بعد میری روی کانوا و اونجا من رفتم سرچ کردم توی تمپلیت های پروپوزال و یکیشو که به نظرم جالب تر از همه بود و مینیمال بود و به برند منم نزدیک بود انتخاب کردم. اسم پروژه رو عوض کردم و گذاشتم سوشال میدیا منیجمنت که یه دونه ایراد اسپلینگ هم داشتم، اونم درست کردم. اسم خودم رو میذارم و اسم کمپانی هم آخرتر اضافه میکنم. توی اسلاید اول میام راجع به خودم یکم توضیح میدم، یه توضیح خیلی کوتاه در مورد اینکه من کیم و تیم من چیکار میکنه و من پورتفولیومم اونجا لینکشو اد کردم صرفا برای کسایی که میخوان برن و نمونه کارامو ببینن. بعد از اون روی اسلاید بعدی رفتم به قسمت اکزیکیوتیو سامری، یعنی کارهایی که من قراره برای این برند انجام بدم و بهشون پیشنهاد میدم. مرحله بعد روی اسلاید بعد اومدم مشکلاتی که این برند داشته رو به 3 تا بولت پوینت مختلف براشون توضیح دادم و اسم پرابلم رو به چالش عوض کردم، چون از کلمه پرابلم خوشم نمیادش. و تو اسلاید بعدی اومدم راه حلایی که می‌خواستم بهشون پیشنهاد بدم و گذاشتم اینجا. اما کاری که میکنم اینه که من میرم روی چت جی پی تی، هر چیزی که به ذهنم میاد برای سولوشن رو میدم بهش و میگم که آقا اینو برای من دسته‌بندی کن، توی 4 تا دسته بگو به صورت بولت پوینت و خیلی مختصر مفید. بعد همون رو کپی پیست میکنم دیگه. توی اسلاید بعدی اومدم کانتنت استراتژی که برای هر پلتفرم سوشال میدیاشون رو در نظر داشتیم به طور خلاصه توضیح دادم. برنامه چیه، با چه هدفی، چه استراتژی قرار داشته باشیم. مثلا برای اینستاگرامش قراره چه کسایی تارگت قرار بدیم، با چه نوع کانتنتی، اگر اینفلوئنسر مارکتینگ بعد انجام بشه یا یو جی سی مارکتینگ بعد انجام بشه. همینطور برای تیک تاک و یوتیوبشون. توی اسلاید بعدی که به نظر من یکی از مهمترینا هستش اومدم تایملاین رو مشخص کردم. تایملاین یعنی اینکه من میگم توی 3 ماه آینده قراره چه اتفاقی هر ماه بیفته. توی ماه اول معمولا ما استادی بیزینس رو داریم و مشخص میکنم توی هر ماه چه چیزایی از سمت ما قراره دریافت کنن که اون کلاینت متوجه بشه دقیقاً هر ماه چه انتظاری از ما باید داشته باشه و کی قراره بیزنسش روی سوشال میدیا شروع به بازدهی بکنه. مثلا برای این بیزینس تو ماه اول من براشون مشخص کردم که کل ماه قراره اختصاص داشته باشه به جمع‌آوری همه ویدیوها و عکسایی که تا الان دارن، چون بیزینس بزرگی هستن، مطالعه کردن بیزینسشون، مطالعه کردن کشورهایی که توشون هستن و بتونیم یک استراتژی خیلی منسجم و با توجه به فرهنگ اون کشور براشون به وجود بیاریم. به علاوه اینکه کانتنت کلندر ماه بعدم آماده میشه و شروع میکنیم کانتنت رو آماده کردن. همینطور برای ماه دوم قراره چه کاری بکنیم و ماه سوم هم همینطور. و توی اسلاید آخر در مورد پکیجا براشون توضیح دادم. معمولا من 3 تا پکیج دارم، اما برای این بیزینس پکیج سومم هیچ معنی نداشت، برای همین فقط 2 تا پکیج براشون گذاشتم و اسلاید آخرم اومدم براشون مشخص کردم که مرحله بعدی قراره چی باشه و ما چطوری قراره با هم دیگه اصلا همکاری کنیم و اونا احتیاج هستش که چیکار کنن. چیزی که یادم رفت توی ویدیو نشون بدم اسلاید آخر بود که در نهایت اضافه کردم و فیلمشو نگرفتم. یه دونه ثانک یو میذارم اسلاید آخر به علاوه لینک به ایمیلم که چجوری با من میتونن در تماس باشن. اگر که این پتانسیال کلاینت با این پروپوزال خوشحال باشه، مرحله بعدی برای ما میشه قرارداد و تصفیه حساب و این چیزا. تصفیه حساب، پیمنت، پرداخت. و بعد از اون میریم سراغ اولین جلسه‌مون که من بهش میگم آنبوردینگ،
که من فقط اینو بهش نمیگم، خیلی‌ها بهش میگن آنبوردینگ. اونا یه ویدیو جدا براتون میگیرن. البته اگه دوست دارین توی کامنت بهم بگین، اگه سوالی هم دارین توی کامنت بهم بگین، چون نمیدونم دقیقاً چقدر این دیتیل دوست دارید این چیزا رو ببینید. کلا تو کامنت با هم حرف بزنید، خیلی خوشحال میشم. تا ویدیو دیگه، بای بای، بیزو.